مروری بر مهمترین سوانح هوایی ایران پس از انقلاب 1357. سقوط پرواز شماره 291 ایران ایر در بهمن 58، سقوط C-130 ارتش ایران در مهر 1360، سقوط پرواز شماره 655 ایران ایر به دلیل حمله موشکی ناو جنگی آمریکا در تیر 1367، برخورد توپولوف تو 154 با جنگنده سوخو 24 بهمن 1371، حادثه هواپیمای یاک 40 اردیبهشت 1380، سانحه هواپیمای ایلوشین ایل 76 سپاه در بهمن 81، سقوط هواپیمای C-130 در آذر 1384، سقوط هواپیمای فالکون 20 در دی 1384، سقوط پرواز 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین در دی 1198، سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت 1403.